با آمدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، مردم در کنار گرم کردن خانه هایشان و دنبال خرید لباس های گرمی زمستانی هستند. اما بسیاری از آنها توان خرید لباس های نو زمستانی را ندارند و به اینجا می آیند، بازار لیلامی. و به همین خاطر در این روزها بازار لیلامی فروشی گرم است. اینجا قلعه شهاد است، محله فقیرنشین در حومه شهر غزنی، جایی که مردم بیشتر به خرید لباس‌های لیلامی مبادرت می‌ورزند. غلام علی حیدری یکی از این لیلامی فروشان است. او که مدت 7 سال می شود به این کار مشغول است، می گوید که نسبت به گذشته مشتریانش بیشتر شده است و در عین حال فروشندگان لیلامی نیز بیشتر شده است. نام غلام علی حیدری است. چند سال میشه که لیلامی فروشی میکنی؟ و مدت 8 سال میشه. چطور از کاربارت از وقت که زیاد شده مشتریایت؟ خوب است، شکر فضل خداست، بد نیست. تعداد لیلامی فروشی ها از وقتی که کار میکنی زیاد شده کم شده؟ زیاد شده. زمستان از بیکاری است، کل مردم فهمیده لیلامی میره. این تاثیرش چطور است روی کاربار شما نموده؟ والا خامخا تاثیرات داره. خب بازم دیگه باز نفوس هم قدر زیاد شده. هر چیز از شلوار است، پیرن است، فراشود است. والا لیلامی است قرصب که مردم به پیسه است، نه به پیسگی است، نو خریدن نمیتونه، کلا لیلامی میگیره. و لیلامی جنس خوب است، نه گرم است، ارزان است. کوتینای خوب شده 100 روپیه 150. لیلامی اگه یک دانه کوتی بگیری فهمیدی 500 5.5 400 نوشان تا 2000 2500. در این حال شماری از شهروندان دلیل استفاده از لباس‌های لیلامی را در ارزان بودن، مقاوم بودن و مفید بودن آنها می‌دانند. نام محمد سایه. تا هنوز نخریدم، قراره که بخرم. قرص لباس‌های نو کیفیت لیلامی رو نداره، قیمتش هم خیلی بالاه، ولی لیلامی که است به اقتصاد خیلی کمک. خب هم جنس بسیار خوبه، هم کیفیتش بالا و هم قیمتش پایینه. از 2 سالگی گرفته تا 70 ساله است اینجا موجود. همینجا اینجا فروشگاه همیشه میخرم، به جز از پیرانتونبان دیگه از برد گرفته تا کرتی و واسکارد تا تمام چیز لیلامی استفاده. کیفیتش هم خوبه، جنسش هم خوبه دیگه، قیمتش هم خیلی ارزانه. نام محمد نادر. کاربار کارای بنایی، برای از اینکه لیلامی سعی کنیم و بخریم. لیلامی هم خوبیتش هم است، قیمتش ارزان است، جنسش خوبتره. اما به طور عموم ضعف اقتصادی، نبود شغل پایدار برای مردم و بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه علت اصلی خرید و فروش این کالا هستند. رضا ذهین، رادیو ملی غزنی، شهر غزنی.